رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده در هر عید و ایام با عیادت معیوبان و یتیمان رفته از حال و احوال آنها برخوردار می‌گردد و مسئولین مقامات‌های دخلدار را دستور می‌دهند که اشخاص احتیاجمند جامعه به دست فراموشی نروند و هر چی توانند کمک بی‌غرضانه را به آنها رسانند. آرزو حکیموف صاحب 6 نفر فرزندان بوده، 4 نفر آنها معیوب مادرزاده میباشند. رمضان صبرینه سرویناز و نازنین از تشریف رئیس ولایت ختلان که به دیداربینیشان رفته بودند اظهار مینه‌داری کردند. رئیس ولایت با معیوبان هم صحبت شده، مصلحت دادند که در مؤسسه های تعلیمی که 3 نفر آنها پای دانش اندوزی‌اند با دانش خوب و اعلی تحصیل را ادامه دهند تا اینکه در آینده به خود یک کسب را انتخاب نمایند. ضمن صحبت رئیس ولایت از معیوبان پرسان شدند که چی مشکلی دارند در دانش اندوختن و زیست و زندگانی آنها. نازنین 8 ساله از رئیس ولایت خواهش نمودند که با آنها کت خواب، جیوان، عربچه معیوبی و یک عدد پلانشت که برای از خود نمودن تکنولوژی انفرماسیونی قولی است کمک خود را رسانند و این اقدام نجیبانه و جوانمردانه و خیرخواهانه در فرصت کوتاه از جانب راهبر ولایت عملی گردید. شادی و نشاط اهل خانواده را حد و کنار نبود. مادر خاندان امیده محمدعلی و از دستگیری‌های پیوسته سرور دولت، رئیس ولایت و رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی مینه‌داری بیان نموده و امید کردند که من بعد فرزندانشان در آبادی وطن سهمگذاری می‌نمایند. امروز برای کودکان معیوبیمو کت‌های خوب، پلانشت‌ها و جیوان تحفه کردن. ما از اونها خیلی منت داریم. همچنین رئیس ولایت ختلان از وضع تعلیم و تربیه، زیست و زندگانی و شرایط تعلیم گیرندگان مؤسسه دولتی مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه جلال‌الدین بلخی دیدن به عمل آوردند. تذکر باید داد که تربیت گیرندگان این درگاه در آزمون‌های فنی، چهاره‌بینی‌های ورزشی و آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نموده صاحب افتخارنامه شدند. تربیت گیرندگان مؤسسه از تشریف مهمانان شاد و مسرور گشته در سخنرانیشان شکرانه تنجی و آسودگی وطن و دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت را می‌نمودند. دانش خوانندگان این مؤسسه با زحمت و مشقت‌های آموزگاران زینه به زینه خوبتر و بهتر می‌گردد. در مؤسسه نامبرده 9 یتیم کل و 123 نفر نیم یتیم به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند که برای آنها بهترین شرایط فراهم گشته است. اسیبخانه تکنولوژی انفرماسیونی که زیاده از 20 عدد کامپیوتر مجهز گشته است نمایندگان دیدن نموده از تعلیم گیرندگان عاید به رفت تعلیم و تربیه پرسان شدند. رئیس ولایت از حاضر جوابی خوانندگان قناعتمند گشته مصلحت دادند که با بهای خوب و اعلی این درگاه را ختم نموده تحصیل را در دانشگاه‌های عالی ادامه دهند و در آینده در پیشرفت و شکوفایی مملکت سهم شایسته گذارند. تربیت گیرندگان از حساب دختران برابر دانش اندوختن به خود کسب و هنرهای گوناگون، پزندگی و دوزندگی را آموخته کوشش می‌نمایند که در زندگی من بعدشان و مشکلی دچار نگردند. هر یک دختر بچه در آینده در کدام ساحه‌های کار فعالیت میکنند با آنها همین کسب‌های دوزندگی و پزندگی بافندگی خیلی با آنها لازم است. ما آموزگاران سعی کوشش میکنیم که در حیات آینده ای که مستقلانه آنها کار فعالیت میکنند از این هنرها برخوردار باشند و این هنرها رو در آینده به دشواری تیار کرده توانند. در مؤسسه مذکور تالار ورزشی فعالیت می نماید و تربیت گیرندگان به مشق و تمرین مشغول شده. چندی از آنها در مسابقه های ورزشی بین مکتب های ناحیه اشتراک فعالانه می نمایند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده خوانندگان را به دانش اندازی، دوست داشتن میهن دعوت نموده تاکید نمودند که بر عوض غمخواری های پدرانه سرور معظم ملت خوانند و آینده نامبردار دولت و ملت خیش باشند. در مکتب اینترنت برای تربیت گیرندگان آشخانه خوب و زمانوی فعالیت می نماید و در هر عید و ایام شخصان خیرخواه و سخاوت پیشه دسترخوانی پرناز و نعمت برای آنها آراسته می نمایند.
این ابد اقدام خیر و نجیبانه را مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با جانبداری رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی برای تربیت گیرندگان انجام دادند که خرسندی طالب علمان را حد و کنار نبود. از نام تمام خوانندگان مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه جلال‌الدین بلخی منتداری به انتهای خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان داشته وعده می‌دهیم که جواباً به این غمخواری ها با بهای خوب و اعلا می‌خوانیم و با دانش و ملکه فطری خود به دولت و ملت صادقانه و صافدلانه خدمت می‌کنیم. رئیس ولایت به تربیت گیرندگان آرزوی تنصیحاتی نموده مصلحت دادند که با بهای خوب و اعلا مؤسسه را ختم نموده کوشش نمایند که برابر زبان دولتی با زبانهای خارجی را از خود نمایند. تربیت گیرندگان از تشریف و دستگیری های همه جانبه رهبر ولایت منتداری بیان نموده کوشش می نمایند که بعد ختم یکی از متخصصان ارزنده در ساحه های مختلف کار و فعالیت را ادامه می دهند.